هنگ میکنی اگه اینا رو بدونی. سوسکا میتونن تا 9 روز بدون سر زندگی کنن تا اینکه آخرش هم از گرسنگی بمیرن. اگه انواع خاصی از ماهی قرمزا رو توی یه اتاق تاریک نگه دارید کم کم رنگشون سفید میشه. توماس ادیسون یه جا گفته بود که لامپ رو اختراع کرد چون از تاریکی میترسید. جالبه بدونید فقط 5% از کل اقیانوس‌ها تا الان کشف شده. افراد خجالتی به احتمال زیاد توی مکالمه‌های متنی آخر شب بهتر و بیشتر میتونن به یه سری چیزا اعتراف کنن. جالبه بدونید تقریبا 99% مردم از دریافت کردن پیام میتونن یه سوال ازت بپرسن میترسن. اگه سرتو به دیوار بکوبی توی هر 150 کالری میسوزونی و در آخر کفشای پاشنه بلند اول برای مردها اختراع شد و بعد زنها ازش استفاده کردن. اولین بار قصاب‌ها برای اینکه پاهاشون به خون گوسفند آغشته نشه از این کفش‌ها استفاده می‌کردن. نظر شما چیه؟ حتما توی کامنت‌ها بگید و اگه خوشتون اومد سابسکرایبتون نره. ممنون.